نمیتونم این رابطه رو ادامه بدم. باشه عزیزم، هر جور راحتی. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ واسه چی اومدی دم در خونه ما؟ با بیا با صحبت حلش کنی. نه خیرم، من الکی که بلاکت نکردم. نه دیگه بلاک کم کردی چون دوست داشتی بیام در خونتون حضوری با هم حرف بزنی. نه خیر، من بلاکت کردم چون دیگه همه چی تمومه، کاتیم. ببین عزیزم، ما چیزی به اسم کات نریم. دعوا کردیم، بلاک کم کردی، اومدم در خونتون، میگم عوض شدم، همدیگه رو بغل میکنیم، بعد تو گریه میکنی، آشتی میکنیم، تمام. روالش همینه. نه خیرم، من نمیخوام این روال رو ادامه بدم. نمیتونی ادامه ندی. میتونم، دیگه نمیخوام با تو باشم، یکی دیگر رو پیدا کردم. حق نری با کسی دیگه ای باشی. اونم 9 شب میبریم میذاریم همون جایی که پیداش کردی. حالت خوبه؟ ردی مدی چیزی هستی نه؟ آره من دیفالتم همینه، ردیم. خب من نمیخوام با یه آدم ردی دوست باشم. ببین 2 تا گزینه بیشتر نری، یا با من میمونی یا با من میمونی، انتخاب کن. چی؟ همین که شنیدی. ببین این به بعد حق نری با هیچ مرد دیگه ای باشی، اصلا حق نری با هیچ مرد دیگه ای حرف بزنی، حتی از امروز حق نری با بابا و داداش حرف بزنی. فقط منم، فقط من. آشیم دیگه.